این آدم اومد چیکار کرد؟ وقتی آیت دید که نمیشود، بعد دست به همون تهمت و توهین میزنه. حتی همین آیاتی که قیچی زده، دو جمله اولش درباره چی است؟ اهل بیت پیامبر. یک جمله رو از یک آیه کامل قیچی میکنه، میگه که این درباره فلان فلان. یک بار منزلت قرآن در بین اینها رو ببین. به دلیل سخنانی که این آیت الله خامنه‌ای میگه بسیار منشونه. یعنی با قرآن هیچ سر و کاری این درسای ما نداره. گفت من وقتی اون فتوا رو می‌دادم متفکر این آیه نبودم. هدف من این فکرهای خطرناک است که قرآن رو بردن به حاشیه، قرآن رو راندن به حاشیه. فقط اعتماد کردن به همون روایت‌های دروغی که یک چند انسانایی که فابریکه دروغ در اون زمان امام‌های مثلا امام‌های پاک. به نام خداوند بخشنده مهربان، حلقه داشتم درباره اهل بیت. گفتم در قرآن و سنت اهل بیت به معنای همسر و ازواج اومده است. و گفتم که اهل سنت و جماعت آیت 33 سوره احزاب را خاص همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم بدانند و بعد از اون که این آیت درباره ازواج و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، حدیث کیسا اومد که حدیث کیسا 4 نفری که با اون داخل نبودن اون رو با اون داخل کرد، یعنی علی، حسن، حسین و فاطمه رضی الله تعالی عنها را، که پیامبر اونجا دعا کردن گفتن اللهم هؤلاء اهل بیت. یعنی برای اینکه ما آیات‌های قرآن رو خوب فهمیم باید که به سیاق قرآن مراجعت کنیم. قصه از کجا سر میشد؟ از آیت 28 سوره احزاب. ببینید آیه میخوانیم ما برای اینکه برای ما معلوم شود. یکم آیت یعنی که آیت 28 میگه که یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاة الدنیا و زینتها فتعالین. یعنی این آیت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که ای پیامبر با همسران خودت بگو که اگر شما دنیا رو میخواهید و فلان فلان، من خیر با شما جدا میشم. بعد میگه که و این کنتون تريدن الله و رسوله، اگر شما خدا رو میخواهید، رضایت خدا رو میخواهید، رضایت پیامبر خدا رو میخواهید و آخرت رو میخواهید، در این حالت برای شما اجر و پاداشی بسیار بزرگ است. باز آیت 30 میگه که یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب. یعنی کسی از شما اگر خطا کرد، لغزش کرد، لغزش 2 برابر حساب می شود. بعد آیت گفت من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا، باز برای اونها اجر و پاداش 2 مراتب بلند رو خداوند وعده کرد، مادامی که اونها در تقوادار باشند و زاهد باشند و خدا ترس باشند. باز اومد گفت یا نساء النبی، ببینید ای زنهای پیامبر، لستون که احد من النساء، شما مثل زنهای عادی نیستید. خود این یک فضیلت است برای زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم. باز اومد گفت وقرن فی بیوتکن، ای زنهای پیامبر در خانه خود نشینید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. بعد گفت اقیمنا الصلاه و آتینا الزکات و اطیعنا الله و رسوله، نماز خونه، زکات، خدا رو اطاعت کنه، پیامبر اطاعت کنه. بعد اون گفت که در این حالت خدای تعالی شما را از ناپاکی ها پاک می‌گرداند، از ریس و از لوث و از اون چیزهای بد شما را پاک می‌گرداند ای اهل بیت. بعد اون گفت ذکرنا ما یتلی علیکم فی بیوتکم، آیه 34 است، یعنی که به یاد آورید آنچه که در خانه‌های شما تلاوت کرده میشد. دیدید؟ یعنی ای زنهای نبی، ای زنهای نبی، ای زنهای نبی، ای زنهای نبی، اومده است همین آیه. یعنی وقتی که ما اگر همین آیه رو به یک انسانی که تماما مثلا عربی که تماما از علم بی‌خبر باشد، وقتی که همین آیه رو خونم درک میکند که همه این چیز درباره همون صحبت درباره زنهای پیامبر رفته است. یعنی طبق فهم روافض چه خیلی میشود. یعنی ما با کوچگی ساده فهمونیم ای زنهای پیامبر، 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 ای علی و حسن و حسین و فاطمه، ای زنهای پیامبر. این من از فهم اونها از آیت. یعنی ببینید همین آیتی که از 28 سر شد تا 34 اومد، همگی خطاب به کی است؟ زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این چنین خود همین آیتی که همینو استدلال میکنن، خیلی که در این اکران دیدید ببینید آیت از 3 جمله عبارت است که بازم سری هم آیت میگه که زنهای نبی و قرن فی بیوتکن، یعنی که به خانه خود زن به ضمیر زنانه و خانه خود نشینید و مثل تبرج جاهلیت تبرج نکنید. بعد میگه که نماز گذاره، زکات، خدای پیامبر اطاعت کنید. چرا؟ چون که خدای تعالی میخواد که شما رو پاک کنه. ببینید یک عجایب از باز برای فهموندنش ساده تر فهموندن برای یه نفر به ذهن خودش میگه که ای زنک تو فلان 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 کارها رو کنی و از فلان 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 کارها خودت رو باز داری، من برای پسر اما کم جایزه میتونم پاداش بدم. مگر این معقول است؟ یعنی مادامی که همین آیات رو بخونده استادیم به همین شکل اومده استاد است، میتونم بگم که همین آیات درباره علی و حسن و حسین و فاطمه، اینجا خداوند زن پیامبر میگه که و اقیمنا و قرن فی بیوتکم و اقیمنا الصلاه و آتینا الزکات و اطیعنا الله و رسوله، نماز تخوان ای زن پیامبر، تو زکات ای زن پیامبر، خدای اطاعت کن زن پیامبر، پیامبر اطاعت کن زن پیامبر. بعد این زن پیامبر میگه در مقابل چی است؟
جواب چی میشه؟ در مقابل من میخوام که حسن و حسین و علی رو پاک کنم یا اونها رو از اون چیز پاک کنم و اونها معصوم شد. یعنی چرا عمل از زنهای پیامبر میشد و پاداش برای دیگران میشد. بنابراین وقتی که آیت از سیاقش وقتی کنده میکنی همه خیلی نتیجه های غلط میشه برای انسان. امکان ندارد که توجه ربانی برای زنهای پیامبر باشد، یعنی همون نماز خونه، زکات، اطاعت از رسول خدا کنه و پاداشش برای که باشد تطهیر و پاکسازی برای کیا؟ علی و حسن و حسین و فاطمه باشه. وقتی که روافض آمدن دو سیاق آیت دیدن گرنگ موندن چیکار کنن؟ بعد یکی از مفسران معاصر آنها که چند سال پیش وفات کرد به نام طباطبایی است که رافضه های تاجیک چند روز پیش او را خیلی تعریف و توصیف میکردن، روز بزرگ داشت و میگفتن چه خیلی که در اکران دیده است. این آدم اومد چیکار کرد؟ وقتی آیت دید که نمیشود، بعد دست به همون تهمت و توهین میزنه، چه خیلی که عادت اهل بدعت است. ببینید چی میگوید. پس آیه مورد بحث از جهت نزول جزء آیات مربوط به همسران رسول خدا صلی الله علیه و سلم و متصل به آن نیست. حال یا این است که ببینید اینجا چه خیلی به پیامبر صلی الله علیه و سلم تهمت می‌بندد و به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم تهمت می‌بندد و برای خاطر همین فهم کج خود را تحمیل کردن به دیگران اعتقاد به تحریف قرآن دارد، که قرآن دگرگون شده است. چه خیلی دگرگون شده است؟ میگه که این است که به دستور رسول خدا دنبال آن آیات قرارش دادند. یعنی گویا پیامبر گفتن که خیلی آیات درباره علی و حسن و حسین است، لیکن برای همراه آیاتی که درباره همسرای من است همونجا گذاره. یکم بهش برداشت است این آدم. یا بعد از رحلت رسول خدا اصحاب در هنگام تألیف قرآنی در آنجا نوشتند، یا اینکه وقتی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را جمع می‌کردند در اون حالت همین آیات گویا که اونا نمی‌دونستن آیات جوش آوردن در همینجا گفتن که این آیات درباره چی است؟ درباره زن‌های پیامبر. یعنی این تهمت هم به پیامبر است، هم تهمت به کی؟ فقط برای چی؟ برای اینکه همین سیاق آیات به فهم این آدم با ما عقیده‌ای که اول پیشکی خودش ساخته بود، اول عقیده ساخت، بعد از قرآن دلیل گفت، دید که در قرآن نیست. چی گفت بعد؟ گفت این قرآن دیگر شده است. اینا پیامبر صلی الله علیه و سلم همه خیلی در همینجا گذاشته کرد، یا اینکه اصحابشون بعد از اینکه وقتی قرآن جمع کردن این آیات رو چی جوش ایواز کرده. خیلی مکارانه و حیله‌گرانه این اسلوب کار فرموده است. خیلی که یکی از رافضای تاجیک هم این اسلوب کار می‌فرماید در جای درباره یک آیتی که صحابه بین خودشون جو کشاکش می‌کردن دو و معاویه گویا آمد و عثمان رو متقاعد کرد، میگه همین اصطلاح استفاده می‌کنه. گویا که این کتاب بابای عثمان باشد یا پدر عثمان باشد، معاویه آمد میگه که این چی ایواز کن و میگه ایواز میکنه. این میخواد اصلا این قوم وقتی که اونها با حجت روبرو میشوند، وقتی که با حجت و سند اونها یک به یک میمونند، حرکت میکنن چی؟ به قرآن طعن زنند، به صحابه طعن زنند و همین فکر خود به دیگران تحمیل کنند. این چون همین مردک همین کار کرده. بعد میگه که مؤید این احتمال این است که ببینید باز خیلی یعنی که همین گپی خوشی باز تاکید میکند و حرکت میکنه که با ذهن شنونده و خواننده قرآن مشوش کنه. میگه که احتمال این است که اگر آیه مورد بحث که در حال حاضر جزوی و قرن فی بیوتکن است، یعنی میگه که همین آیت اگر ما حذف کنیم، انما یرید الله از بین همین آیاتی که درباره یکی از زنهای پیامبر است، میگه سیاق ویران نمیشه. یعنی میگه که فرض کنیم که اصلا جزوی اون نیست، این آیه مزبور با آیه بعدش که میفرماید وذکرنا کمال اتصال و انسجام رو دارد و اتصالش هم بر نمیخورد. وقتی که زور اومد چیکار میکنن؟ دست میگن که قرآن تحریف شده است، قرآن دگرگون شده است. خیلی که دیدیم علامه طباطبایی در کتاب تفسیر میزانش آورده است در همین تفسیر همین سوره. بچی وقتی که از اینا میگیرن با کیا شوونیستا، از اینا که میگیرن اسلام ستیزم، میگن من قرآن دیگر شده است. اینا دلیلش چی است؟ دلیلش همین. یک نکته دیگر این است که این رافضی‌ها حرکت میکنن که همین آیت همچون آیت اسمت استفاده برند، که با این آیت اثبات میشه که اهل بیت یان پاک و منزه از گناه و از سهو و از خطا و از فرمان و از بسم الله، در حالی که رافضی‌ها میگن که اهل بیت از اشکم آچه هاشون معصوم میافتند. و مدام اگر اونها از اشکم آچه معصوم میافته باشند، این آیت به درد اونها نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون که اینجا آیت نگفت که اذهب عنکم از شما برد و دور کرد، بلکه گفت لیذهب، یعنی که به صیغه زمان آینده استفاده برسیده است. یعنی یا شما میگید که همین آیت اسمت است تا اینا اونو معصوم نبودن یا از شکم آچه‌شون معصوم نمیافتن که این مذهب شما رو قبول ندارد. بیان که میگه که این درباره چی است؟ درباره اسمت نیست، این درباره اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است. این چون کلمه یطهرکم به صیغه مضارع اومده است، نگفت است که یطهرکم، یعنی که طهرکم، نگفت است از زمان گذشته، نگفت الله تعالی. خب یعنی بنابراین آیات های پیشینه و آیات های بعدینه
درباره ازواج حتی همین آیاتی که قیچی زدید دو جمله اولش درباره چی است؟ اهل بیت پیامبر است. همین آیاتی که قیچی کرده اومده انما یرید الله را اولش چی است؟ و قرن فی بیوتکن، دومش چی است؟ و اطیعن الله و رسوله. چه خیالتون میاد یک آیت از بین یک جمله رو از یک آیت کامل قیچی میکنه میگه که این درباره فلان فلان است. خب ببینید اینجا اینا با قرآن نمیتونن اثبات کنن، بعد میرن به حدیث. لیکن پیش از اون که درباره این گپ بزنیم میبینیم که این قوم با قرآن آشنا نیستن، قرآن هجر کردند، قرآن نه در فقه خود استفاده برن، نه در یگون جای دیگر، نه اصول فقهشون، نه دیگر و دیگرش. تا در تفسیر قرآن از همه قفا مونده ترینی فرقه های اسلامی است. باید برادر عزیز یک بار منزلت قرآن در بین اینها رو ببینیم. چرا که اونها ببینید اینقدر دلیل ها از قرآن آوردیم اون رو قبول ندارن. مثلا کلمه اهل بیت در سوره هود اومد، در فلان سوره اومد، در اونجا اومد، اینجا به همون تفسیر میشود. قرآن به همین شکل تفسیر میکنه، قبول ندارن. برای چی؟ برای اینکه قرآن در نزد اونها محجور است. قرآن اونها چی؟ پشت دست زدن. به دلیل سخنایی که این آیت الله خامنه‌ای میگه بسیار منشنه میکنه. آیت الله خامنه‌ای بدان ایدک الله که شروع میکنیم تا وقتی اجازه اجتهاد میگیریم در طول این سالها میتوانیم حتی یک بار احتیاج پیدا نکنیم به اینکه بلنشیم از رو تاقچه قرآن رو برداریم نگاه کنیم. ببینید این شخص یعنی یک شخص کوچکی نیست، این حوض ولی فقیه هست. میدونید ولی فقیه چی معنی داره؟ یعنی پیش که ما شرطیم سخنی آدمه حوض میبینیم که ولی فقیه کی است. یه نفر از آیت الله مسواک فرمود آیا ولی فقیه خطاب میکنه؟ ایشون فرمودن که تأملی کردن، معمولا سوال میکردن اینجوری تأمل میکردن، بعد از چند ثانیه یختن طولانی میشد جواب میدادن. آی کوچکزاده بود اومد سوال کرد، با جمعی اومدن چه سوال کردن؟ فرمودن که بله 1 میلیاردم ممکن خطاب بکنه. بعد من پرسیدم این خطاب محقق میشه؟ فرمودن چیکار کنم که اگر اینو نمیگفتن، بعضیا میگفتن فلانی قائل به عصمت مقام معظم رهبری است، میگیشون معصومه. اینجا این مرد میگه که بهجت نام یکی از همون چیزاشون بود، مرجع تقلیدشون بود. بهجت هم میپرسن که آیا ولی فقیه یعنی که خمینی احتمال سهو و خطا کردن دارد یا ندارد؟ یعنی معصوم است یا نه؟ یا حالا مثلا خامنه‌ای آیا اونا معصومن یا نه از خطا؟ این بهجت میگه که عادتا میگه جواب تیز نمیداد، کم در تفکر کرد، بعد گفت اونها احتمال خطاگی آیت الله خامنه‌ای یا خمینی از میلیارد یک است. بعد با برای همون سخن خوش تایید کردن گفت که من اینو برای اون گفتم که مردم به آنها اسمت قائل نشوند و نگن که اینا معصومن. یعنی قریب که معصومن، فقط یک خطا میکنه از میلیارد. تصور کنید که میلیارد مسئله باشد، این در طول مثلا چند سال ها مثلا نوشته میشه میلیارد مسئله، این در اون یک مسئله خطا میکرد خلاص. یعنی معصوم گفتن گفت، یعنی کاغذ پیش اینا معصوم است. خب اگه باز میگردیم به همون سخنی خامنه‌ای، دیدت خامنه‌ای کی است؟ یعنی معصوم کی است؟ ولی فقیه کی است؟ یعنی با قرآن هیچ سر و کاری این درسای ما نداره، نه در فقهمون، نه در ادبیاتمون، نه در تحقیقات اصولیمون. احتیاجی به این پیدا نمی کنیم که بلنشیم قرآن برداریم نگاه کنیم ببینیم مثلا چه آیه‌ای در قرآن درباره این موضوع میشه پیدا کرد یا قرآن چی گفت. ببینم اگه نه در فقه، نه در ادبیات، نه در اصول، نه در پروا نمیکنم، عقل خوشم نمیاد که برام خیزم از اون قرآن رو گیرم و ببینیم که در اینجا قرآن چی گفته، از اون ادبیات هست، درباره همه چیز، اون آیات هست، اون فرموده الهی هست. این اعترافی ولی فقیه کی از میلیارد یک خطا کردنش ممکن است. احتمال همون وجود ندارد خطا بشه، لیکن احتمال در حال خطا. من اصلا احتیاجی به فقه ندارم، من فقه میسازم، من تشریع میکنم. من این رو چند بار گفتم، بعضی از من باور نکنن. آقای خمینی خودش رو شارع میدونست. اصلا مفهوم ولی فقیه یعنی شارع، یعنی مشرع. حالا هم در صدد تفسیر همون چی هستیم؟ ولی فقیه. باز عبدالکریم سروش میگه که ولی فقیه خودش رو شارع میدونه، یعنی خودش رو مثل پیغمبر میدونه، خودش رو مثل امام ها میدونه. این آدم میگه که من گفتم لیکن باور نکردن مردم. لیکن خمینی میگه که من به فقه احتیاج ندارم، من خودم فقه میسازم، من خودم مشرع هستم. به گفتی همین که سروش عبدالکریم سروش. انا کن بیا ببینیم غیر از ولی فقیه با کی این نکته ها رو تاکید کرده است که اونا از قرآن دورن. اینو بریم امروز رافضای تاجیک
مردنیوار از همین چی حدیث‌های روایت‌های کج و کلیب دفاع میکنن، در حالی که قرآن آشکار و بیان کرده است که این آیت درباره مثلا چی است، صیغه و سیاق آیت است که فلانی است. لیکن این رافضای ما فقط چی به حدیث و روایت‌های وای میچسبن. برای چی؟ برای که از قرآن دورن. این شهادت و گواهی خود آیت الله خامنه‌ای است. مستند میکنم آیت الله صادقی که صاحب رساله بود، رساله‌ش هم منتشر کرده بود و فوت کرد، خودش به من میگفت در فتاوای آیت الله خمینی آمده است که با زن زانیه میتوان ازدواج کرد. میگفت من نزد ایشان رفتم و گفتم که شما این آیه‌ای که در قرآن هست که الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین، پاکان برای پاکان، ناپاکان برای ناپاکانن، پس این رو چجوری فکر میکنید؟ چرا این فتوا رو دادید؟ میگم ایشون فکری کرد و گفت من وقتی اون فتوا رو میدادم متذکر این آیه نبودم، یادم نبود همچه آیه تو قرآن، توجه نداشتم. خب دیدید اینجا این عبدالکریم سروش خطا نکنم، یک متفکر ایرانی است، گرچه برای فکرهای غلط هم دارد، این مرد در خارج ایران زندگی میکند، میگه که همون صادقی یکی از نزدیکان خمینی بود و خودش هم رساله داشت، رساله عملیه داشت، یعنی که رساله عملیه اونها که چی مخلد دارن، یعنی که اونها هر یک تاش خودشون مثل همین امام اعظم امام شافعی میدارد، اینها همین کسایی که رساله میدن. خب میگه آمد گفت که خمینی رو گفت که برای چی تو گفتی که زن زیناکار رو گرفتن اجازت است، در حالی که قرآن میگوید که زنان ناپاک برای مردان ناپاک هستند، آیه این سوره نور است آیه 26، و مردان ناپاک برای زنان ناپاکند و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاکند. همین آیه گفت آخه قرآن میگوید که پاک برای پاک است، ناپاک برای ناپاک است. چه مردی که پاک است تو میگه که زن ناپاک رو گرفتن اجازت است؟ میدونه خمینی چی گفت؟ خمینی که میلیون ها مقلد داشت همون زمان، میلیون ها مقلد، اینه که و فتواش مثل فتوای امام اعظم برای اونها حساب میشه، مثل فتوای امام مالک و شافعی و احمد حساب میشه. گفت که من همون زمان همین آیات یادم نبود. تصور کنید این شاید که از اون 1 میلیارد گفت که به جای 1 میلیارد خطا کردنش ممکن یک خطا ممکن همین باشه، لیکن این خطا مگر خطای بخشیده شدنی هست مادامی که وای انسان میلیون ها تقلید میکنن در دین خود. خب ببینید اینجا ما برای چی این نوارها رو آوردیم، از خامنه‌ای آوردیم، از این شاگرد خمینی آوردیم؟ خب برای اون که اون قرآن در نزد اونها منزلت ندارد، متاسفانه. یعنی با قرآن هیچ سر و کاری این درسای ما نداره. این همون کمال حیدری هم اعتراف کرده است، بارها گفته است که این نوارش از گوش میکنه. ما وقتی در تو منابع فقه صحبت میکنیم، بله. یک شاخصمون روایت، یک بله. شاخصمون قرآن، یک شاخصمون قرآن کمتر. الان تو حوزه های علمیه ما شاخص قرآن بیشتر از 2% تا 5% تا 5% نیست. شاخص اصلی چیزای دیگریه. به شما میخواد این کمال حیدری است، خیلی عالم زبردست است، شاید داناترین عالم شیعه در همین زمان همین باشه. و این مرد به یک اعتراف خطرناک رسیده است، یک شهادت و گواهی خطرناک رسیده است که حوزه های علمیه اون قوم فقط 2% قرآن داره. یعنی تصور کنید قرآن اصل دین است، تمام احکام چی عقیده‌ای باشد چی احکام فقهی باشد همگی از قرآن گرفته میشد. در نزد این قوم قرآن 2% یعنی که درصد میشد، این قدر بهش پس است که 98% اونا نمیدونم کلام و چی و فقه و هر چی میخونند، لیکن قرآن نمیخونند. این گواهی رو خود آیت الله خامنه‌ای نیز داد، در اینکه که وقتی گفت که ما در فقه نه در اصول و در چی هیچ چیز از قرآن کار نمیفرماییم، نه در فقهمون، نه در ادبیاتمون، نه در تحقیقات اصولیمون احتیاجی به این پیدا نمی‌کنیم که بلنشیم قرآن رو برداریم نگاه کنیم ببینیم مثلا این معنی چی داره. اون شما مثلا این عقیده یعنی که احکام فقهی خود رو از اوستا میگیرید، مثلا از انجیل میگیرید، از تورات میگیرید، از زبور، از چی میگیرید؟ مادام شما قرآن رو کار نفرمایید. من اصلا احتیاجی به فقه ندارم، من فقه میسازم، من تشریع میکنم. بنابراین این گواهی ها بسیار گواهی خطرناک است، لیکن باید گفته شود، باید امت شنود این چیزی که مقصد. ببینید اینجا قضیه نه معاویه از نه یزید از نه دیگر اون جنگایی که بین امام حسین و اینا دیگر شد، این نیست هدف. من این فکرهای خطرناک است که قرآن رو بردن به حاشیه، قرآن رو راندن به حاشیه، فقط اعتماد کردن به همون روایت‌های دروغی که یک چند انسانایی که فابریکه دروغ ساخته بودن اون زمان، در اون زمان‌های امام‌های مثلا امام‌های پاک
مثل امام جعفر، مثل امام باقر، مثل امام رضا و غیره، اونهایی که همین زوادای حدیث سازی ساخته بودند دیگر همه نشر کردن که حدیث خودشونه، قرآن چی شد؟ به حاشیه رانده شد. متاسفانه. بنابراین ما وقتی اینجا صحبت میکنیم ما شیعه ها رو در نظر نداریم. شیعه ها کی هستن؟ اونایی که حضرت علی را دوست میدارن و ابوبکر و عمر و عثمان نیز دوست میدارن و اونها رو خلیفه برحق پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونن. اما اینجا صحبت درباره رافضی های سبعی ها است که اونها می آیند و محبت علی را پرده میگیرن، نقاب میگیرن برای طعنه زدن به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما هر کی گفت من شیعه هستم لیکن ابوبکر و عمر و عثمان طعنه نزدن، به شیعه حقیقی است. اما شیعه گفت و بعد صحابه طعنه زد، به ازواج پیامبر طعنه زد، به نسل اول اسلام طعنه زد، دانید که وای رافضی سبعی است. بنابراین ما مخاطب ما همین رافضی های سبعی هستند، نه شیعه ها، نه اون شیعه هایی که چی خلفا را اعتراف دارن، با اونها احترام قائل هستند، مثل شیخ حسین طباطبایی است، یکی از علمای بزرگ که عکس شدید شدید، یا مثلا غربی و یا آیت الله برقعی و یا آیت الله سنگلجی و یعنی قلمداران و دیگر. شما در حوزه امکان داره 1000 درس فقه و اصول پیدا میکنید، 1 درس یا 2 درس یا 5 درس تفسیر پیدا میکنید، اونم به عنوان درس های جنبی. دیده این گواهی شخصی که پوست و خون و رگش در ما حوزه شخص شده است از کودکش و یکی از بزرگترین مرجع های عصر شیعه است. میگه که 1000 درس هست، 1000 درس 2 یا 3 یا 4 یا 5 درس درباره تفسیر است. همون هم میگه همچون یک درس حاشیه‌ای میگذارن. برای همون اینها این فتواهای غلط نسبت چی دارن؟ آیات ها دارن. نه تنها این آیت، یعنی میتونیم که برای شما 10 آیات بیاریم که اونها در فهمش همین غلط میکنن یا در فهم همین آیات ها کجروی میکنن. خب ببین تو اینجا دلیل های درباره قرآن بود، دیدیم که منزلت قرآن در اون چی است، قرآن تا چی درجه در اون استفاده میشه در استنباط احکام. از زمان خود آیت الله خامنه‌ای شنیدیم، از زمان آیت الله کمال حیدری شنیدیم و از زمان این عبدالکریم سروش نیز شنیدیم. چگونه که صاحب تفسیر میزان گفت وقتی که دید که نمیشود سیاق آیات به فایده اونها نیست، رو برای با حجت ایستاده است، برای گرفتن چی گفت؟ اینه گفت یا خود پیامبر همینجا مونتون گفته این به اینا دخل دارد به زنهای پیامبر، یا اینکه بعد پیامبر مردن وقتی صحابه قرآن رو نوشتن بین اونجا جا کردن. یعنی این بسیار گواهی خطرناک است. این قول به تحریف قرآن است، نعوذ بالله. یعنی این پیامبر متهم کردن است، هم اصحاب پیامبر متهم کردن است که قرآن رو هر جا که می‌خواستن می‌گذاشتن آیاتش. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله هر باری که آیات نازل میشه میگفتن که این آیات بره در فلان سوره، در فلان بعد فلان آیات نویسه. هر آیات پیامبر برامون 7-8 کتیبه که داشتن میگفتن که این آیات از فلان سوره است، این آیات از فلان سوره بعد فلان آیات است. یعنی این ترتیب آیات از پیامبر صلی الله علیه و آله دیگه است، یعنی از هوای حواس شده نیست این کار. خب اومدن به حدیث چنگ زدن، گفتن که نه حدیث همین معنای چیز داره. خب حدیث هم ببینیم، حدیث مسلم اساسی اونا ببینید به صورت عقل حدیث هم ندارن، میارن با اعظم ما دلیل میکنن از حدیث مسلم رضی الله تعالی عنه. یعنی از حدیث مسلم میارن که پیامبر گفتن که اللهم ان هؤلاء اهل بیتی اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. خب بیایید برای خاطر ببینید مهم از وقت هر باری که رافض شبهه میپردازد شما همون لفظ حدیث دقت کنید بتونه که شبهه رافض رو باطل کنه. ببینید اللهم معنی اللهم چی است؟ معنی اللهم دعا هست یا نه؟ وقتی که اگر این آیت درباره علی و حسن و حسین و فاطمه باشد با پیامبر چرا دعا میکنن خدایی که اینها رو هم داخل کن به همین چیز؟ اللهم هؤلاء اهل بیت. یا معناش اعلام کردن است اینجا. البته که کلمه اللهم که اومد معناش چی میشه؟ دعا میشه. علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه پیامبر صلی الله علیه و آله دعا دارن که علی، فاطمه و حسن و حسین چخیل که در اون زیر کیسه در زیر خودشون گرفتن، جامعه خود گرفتن، یعنی هم معنای دعا همین است. اینها نیز از اهل بیت من هستند. با دلیل میده من گفتم بسیار دقت در اون لفظ حدیث گفت اذهب عنهم الرجس، خدایا از اینها اون رجس و ناپاکی رو دور کن. و مدام اینا معصوم باشند چخیل پیامبر میگه که از اینا دور کن. و شما میگه که علی از اشکیم آتش معصوم زایده شد، فاطمه از اشکیم آتش معصوم زایده شد، حسن و حسین مخ زایده شد. اینجا چی میشه معنی اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا؟ اینجا یعنی که پیامبر اعلی تعالی طلب داره که از اونها رجس و ناپاکی دور کن و پاک گردان، اونها رو پاک کردنیه، پاک بگردان. یعنی خودی لفظ حدیث به فایدهش مونست. یعنی خلاصه پیامبر به دعا خواستن گویند که خدایا اینها نیز اهل بیت من هستند. و بعضی اومدن گفتن که حدیث زید است که
اونجا زید میگه که زنها باید داخل نمیشن چون که زنها احتمال است که به اهل بیت داخل نمیشن چون که زن طلاق میشد از خانه شوهرش میرود. خب مدام که از خانه شوهرش نرفت طلاق نشد و زن اهل بیت حساب نمیشود حساب میشود. اگر شما قول همین زید گیرید این یک اجتهاد یک صحابه است. اگر قول زید گیرید معنیش نیست که فاطمه اهل بیت علی نیست چون که شما گفتید که زن اهل بیت نیست. مدام زن اهل بیت نباشد فاطمه اهل بیت علی نیست چون که طبق مذهب شما زنها اهل بیت نمیتونن. اگر شما اعتمادا به سخن زید ابن ارقم هم میگید. خلاصه بار دیگر مختصرا میگیم که این آیت سیاق‌هایش دلالت بر آن میکند که درباره زن‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اونها برای آنها نازل شده است. خیلی که اکرمه شاگرد ابن عباس بزرگترین مفسر قسم میخورد میگفت که کسی که اگر باور نکنه من با او مباهله میکنم که این آیت در حق زن‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. بعد حدیث کیسا آمد. حدیث کیسا حدیثی که در مسلم اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم علی و حسن و حسین و فاطمه رو زیر چادر خود یا اینکه زیر همون جامعه خود گرفتند و گفتند که خدایا اینها نیز اهل بیت من هستند از اینها نیز همه که ناپاکی رو دور کن و اونها رو بعد اینکه پاکی نصیب کن. یعنی اونها بعد از ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها نیز به همین چیز به همین که مقام شرف یاب شدند. یعنی اولا آیت برای ازواج پیامبر بود بعد اون به طبق حدیث کیسا علی و فاطمه و حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین وارد این مقام بزرگ شدند. خداوند از همه آنها راضی باشد.